دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که بعد از تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان در تابستان امسال 77 کس به اصطلاح مقامات جزای سزاوار گرفتند و عین زمان پرونده 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه ها 10 نفر از جمله ژنرال سابق نیروهای مرزبانی خالبش خالبشوف و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شام 7 اکتبر نشر شد، آمده است که در عموم بعد این ناآرامی‌ها به ضد 109 نفر پرونده جنایی گشادند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند 10 نفری که بعد این حادثه ها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناه ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان، حکومت تاجیکستان به منطقه نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته آنها عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگن برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون سالهای اخیر فشار و تعقیب ساکنان ولایت بخصوص در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاد شد. بعد این حادثه ها سازمان های بین المللی و از جمله گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور اقلیت های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به سرکوب اقلیت پامری در بدخشان خاتمه دهد. تظاهرات در ماه می با طلب جزا دادن مقامات انتظامی برخاست که به گفته ساکنان گلبدین زیابکوف یک ساکن ولایت را بیگناه کشتند. دادستانی میگوید که زیابکوف به گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که برای شرکت در تظاهرات همچنین 89 نفر را برای میده افباشی و بی‌ترتیبی های عمومی به جوابگری مأموری کشیدند. دادستانی آمار تلفات را در بین نیروهای انتظامی 3 نفر گفته و اعلام کرده است که در جریان تظاهرات روز 18 می 1 افسر کشته و 6 کس دیگر زخم برداشتند. دادستانی تظاهرگران و اعضای به اصطلاح مقامات گروه‌های جنایی را به لطکوب ماموران ملیسا و غرق کردن و کشتن 2 نفر آنها متهم کرده است. دادستانی گفته است در روز تظاهرات مرگبار در ناحیه روشان در روز 18 می در عموم 29 عضو گروه جنایی را بی‌ضرر و یا محو کردند، هرچند ساکنان ولایت از تلفات بیشتر در بین مردم گفتند. به قول دادستانی هدف تظاهرگران و گروه‌های جنایی غصب حاکمیت بوده است. در اصل بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان واکنش به حضور نمایندگان مخالفین دولت در نشست ارزیابی حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو است که از روز 27 سپتامبر تا 7 اکتبر ادامه کرد. در این نشست که حکومت تاجیکستان آن را تحریم کرد و کسی را برای سخنرانی نفرستاد، حامیان حقوق، نمایندگان جامعه مدنی و رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان، احوال ناگوار خبرنگاران، حقوق اقلیت‌ها از جمله زادگان بدخشان سخن گفتند.